در جنبش 10 ماه سال 2019 رئیس ولایت ختلان حکیمزاده قربان ابتدا از جمع‌آوری حاصل پخته در خواجگی‌های پخته‌کار شهر و نواحی ولایت سخن راند. گفته شد که امروز در صحرا پخته زیاد است. از این خاطر با جلب مردم و گروه‌های علاوگی تا 15 ماه روان حاصل در صحرا بوده را به تلف جمع‌آوری باید کرد، چون که با احتمال زیاد از میانه‌های ماه نوامبر بارشات در کشور زیادتر می‌گردد. معاون رئیس ولایت رجبعلی رجبوف راجع به اجرایش انداز در ولایت در حضور رئیس ولایت و حاضرین با فکت و دلیل ها حسابات داد. افزود که در 10 ماه سپری گردیده در ولایت انداز عمومی نزدیک به 90% اجرا گردید. یک چند شهر و نواحی ولایت با سبب های بی‌توجهی کارمندان ساحه و گروه های کاری نتوانستند سر وقت نقشه انداز را اجرا نمایند. در 21 شهر و نواحی ولایت قرض های انداز از سالهای گذشته باقی مانده است که آن به پیشرفت کار در ساحه مانعی پیش می آورد. رجبعلی رجبوف ابراز داشت که تا به امروز از حساب ساحه های تندرستی و معارف قرض مزد مهنت در ناحیه های عبدالرحمن جامی و یاوان و خوالینگ و جیهون باقی مانده است. اگرچه برای برطرف کردن این مسئله بارها گروه های کاری کار برده و واخوری ها با مسئولین گذرانیده اند، ولی حالا هم حل خود را نیافته است. تا به امروز اجرا نگردیدن نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح کشور را معاون رئیس ولایت در بی‌توجهی کارمندان ساحه ارزیابی کرد. تجربه ها نشان داده است که برگزاری جمع آمد و چاره‌بینی ها و همایش های علمی و ادبی در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی و ذهنی و تندرستی و خویشتن شناسی و پاس داشتن مقدسات ملی نقش مؤثر می‌گذارد. محض ناحیه هایی که سری وقت از اجرای نقشه خبر داده اند از این روش کار گرفته اند. رئیس ولایت در این زمینه ابراز داشت که امروز میباید در مؤسسه های تعلیمی از طرف کارمندان بخش جوانان و ورزش، ادیبان و کارمندان کمیسریت های حربی و خوری های سودمند برای بلند برداشتن حس ملی و وطندوستی و خویشتن شناسی نورسان و جوانان بیشتر به راه مانده شود. ظاهرزاده امید معاون رئیس ولایت از رفت کارهای خواجگی قشلاق در حضور رئیس ولایت و جمع آمدگان حسابات داد. ظاهرزاده افزود که امروز در خواجگی های پخته‌کار قسمتی از ناحیه های ولایت حاصل زیاد است، اما قوه کاری نمیرسد. از این خاطر مسئولین ناحیه ها را لازم است که قوه های علاهیده را برای جمع آوری حاصل پخته جلب نمایند، زیرا چنین روزهای به بارش فصل تیر ماه غنیمتند و احتمال است که هر روز وضع آب و هوا دیگر شود. طبق معلومات سرریاست امور نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت 701 خواجگی های دهقانی تا کنون 1 کیلوگرم پخته به کارخانه های صنعتی نسپاریده اند. مسئولین ساحه را میباید در این سمت طبق قانون های عمل کننده نسبت چنین خواجگی داران چاره اندیشی کنند. در بعضی شهر و ناحیه های ولایت یک چند جماعت نشانداد حاصل پخته را 5 تا 7 سنتینر پیشنهاد کرده است که این از نگاه رئیس ولایت تشویش آور است. جماعت دهات رودکی و تاجیک‌آباد ناحیه وخش نقشه پخته را 10 تا زیر 15% تامین کردند و خلاص. حال آنکه خواجگی های دهقانی هر دو جماعت با مهنت و دسترنج خویش در جمهوری بارها از خود درک داده اند. حکیمزاده قربان معاون ساحوی مقامات میلیسیا و ساحه کشاورزی را دستور دادند تا هرچه زودتر سر این مسئله چاره اندیشی نمایند. ضمن همایش رئیس ولایت حکیمزاده قربان از سردار ریاست انداز ولایت برای سری وقت اجرا نگردیدن اندازها در ولایت پرسان شد. در جواب به رئیس ولایت گفتند که با بعضی سبب‌ها یک چند شهر و ناحیه ها نتوانستند نقشه 10 ماهه سپری گردیده را اجرا نمایند. 18 شهر و ناحیه های ولایت از اجرای نقشه خبر داده اند. اجرایش انداز نسبت همین دوره سال گذشته اگرچه بهتر است، ولی این ما را قانع کنانیده نمیتواند. سر مسئله اجرایش انداز تمام چاره ها اندیشیده شده ایستاده است، گفت سردار ریاست انداز ولایت. حکیمزاده قربان با فکت و رقم‌های عمیق از فعالیت طربخانه و نقطه‌های فروش سوزشواری که گویا در یک روز 15-20 سومونی کار کرده اند با سردار ریاست انداز ولایت باور کنند که رهبریت ولایت از چنین نظر فریبی بعضی از ناظران آگاهند. گفته شد که این نه تنها یک دلیل است، مثل این چندین کمبودی‌های دیگر در ساحه جای دارد. از این خاطر سرداران و ناظران
бояд ба кори худ содиқ бошанд. дар идомаи ҳамоиш раиси вилоят аз бунёди корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди вилоят изҳори нигаронӣ кард. тибқи нақша бояд то охири соли равон дар 25 шаҳру навоҳии вилоят 103 адад корхонаҳои саноатӣ сохта мегардид ки аз ин шумора 28 адад бунёд гардидаасту халос. дар қисмати охири ҷанбаси 10 моҳа ҳакимзода Қурбон ба раисону фаъолони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дастур доданд ки корҳои ободонию созандагиро бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии кишвар тезонида, ҳосили пахтаро беталаф ҷамъоварӣ карда, ҳарчи зудтар нақшаи обуна ба рӯзномаву маҷаллаҳоро иҷро намоянд, то нишондодҳои тамоми соҳаҳо дар ҷанбаси 11 моҳа назаррас бошанд.